سلام و درود خدمت دوستان عزیز و هموطنان گرامی. آرزوی موفقیت، صحتمندی و شادکامی دارم هر جایی که هستین. مرتضی مطهر هستم در سلسله بحث‌های آموزش مدیریت در جلسه ششم با موضوع مفهوم اثربخشی و کارایی در خدمت شما هستم. یک بحث فوق‌العاده مهم و کلیدی در مدیریت که در واقع موفقیت سازمان و موفقیت مدیریت و کار مدیر با این مفهوم اثربخشی و کارایی سنجیده میشه که در این جلسه دو سه تا مفهوم کلیدی را مورد بحث قرار میدیم که عبارت از اثربخشی و کارایی و بهره‌وری باشه که اینها چی مفهوم و چی نکته‌ای داره که ما در مدیریت باید به آنها توجه بکنیم. البته که یک بحث بسیار کلیدی و از طرف دیگه هم خیلی بزرگ و کلان است که توضیحات و مثال‌های بیشتر میطلبه که ما در اینجا با تمام تلاش کوشش میکنیم کمتر و فشرده‌تر صحبت کنیم که بعض مسائل خواهد ماند، ولی بر ترتیب آنچه که ممکن باشه نکاتی که به نظر ما کلیدی میرسه خدمت شما شریک خواهیم کرد. خب مفهومی کارایی و اثربخشی را اگر خیلی ساده بخوایم بیان بکنیم اینه که وقتی ما سازمانی را شکل میدیم، فلسفه و هدف کلی و اساسی سازمان شکل میگیره در واقع چیه؟ ارائه خدمات به چیه؟ به جامعه، به مردم، به یک کتله یا گروه خاصی قرار ما یک کاری، یک نفعی را برسانیم. وقتی مدعی ایجاد سازمان میشیم، این که میگیم یک فلان کاری فلان جای مانده که ما میتونیم با این شیوه او کار را حل بکنم و مشکل جامعه را حل بکنم. پس هدف کلی سازمان چیه؟ ارائه خدمات و نفع رساندن به جامعه و انسان‌های خاصی است. وقتی این بحث را مطرح میکنیم، اثر بخشی یا مؤثریت یا افکتیونیسم چی معنا داره؟ این که ما به این اهداف خود دست پیدا کنیم، یعنی دستیابی به اهداف کلی سازمان است که او چیزی که ما برش به وجود آوردیم سازمان در واقع مأموریت توی اصلی سازمان، فلسفه وجودی سازمان حساب میشه، ما باید به او دست پیدا کنیم و با اهداف کلی و بلند مدت خود دست پیدا کنیم. اما وقتی بحث از کارایی میشه یا بحث از افیشنسی میشه یا بحث از مثمریت میشه که در بعضی کتاب‌ها هست، معناش اینه که ما از منابعی که بر رسیدن به هدف و فعالیت سازمان استفاده میکنیم که البته منابع مختلفی مثل مالی و مثلا تجهیزات و وسایل داریم، مثلا که مادی میگیم، یا مثلا نیروی انسان یا ظرفیت انسانی که میگیم، یا اطلاعاتی که در اختیار ما هست، تجربیات و اعتباری که در اختیار ما هست و هر چیز دیگه. از این منابع به گونه استفاده شود که حداقل ضایعات داشته باشه. یعنی چی؟ وقتی حداقل ضایعات داشته باشیم و کار انجام شود، در واقع نفعی برای کی؟ برای صاحبانی. برای چی؟ صاحبانی یا مثلا کارگزاران سازمان ما نفع ایجاد کردیم. وقتی برای صاحبان یا کارگزاران نفع ایجاد کردیم، این طرف نفع کارگزاران میشه، این طرف هم نفع چی میشه؟ نفع جامعه یا مشتریان یا مخاطبان میشه. وقتی این گونه میگیم در واقع دو تا بحث میشه، دو تا برنامه میشه. خیلی عالی. اگر ساده بیان کنیم، دو نکته‌ای که اگر ما در کارهایی که انجام میدیم حداقل ضایعات از منابع داشته باشیم، نامش کارایی هست. اگر ما به اهداف اصلی و بلند مدت سازمان برسیم، در واقع نامش هست اثر بخشی. این که اینا رو بیشتر توضیح بدیم که واضح شود و مفهومش در ذهن شما جا بیفته، چه نکاتی وجود داره، اینجا چند تا نکته یا بحثی را با شما شریک میکنم. حالا در بحث اثر بخشی و کارایی اگر بخوایم اینا رو کمک مرتبط با هم توضیح بدیم که تفاوت‌های اینا معلوم شود، در اثر بخشی یا افکتیونیسم میگه که انجام دادن کاری درست. یعنی وقتی ما ادعا میکنیم کاری اثر بخش میکنیم، یعنی کار ما درست باشه، نفس کار ما درست باشه. معناش اینه که ما وقتی خدماتی را میخوایم در جامعه ارائه بکنیم، نفعی در جامعه ارائه بکنیم، اون کار ما کاری درستی باشه. چون امکانی کار درست و نادرست همزمان میآید. یک وقت است ما ممکنه قاچاق میکنیم، یک وقت ممکنه قاچاق مواد مخدر، کالای غیر قانونی هست، یا ممکنه اختطاف است، دزدی است، راهزنی است، یا ممکنه آسیب زدن به جامعه است یا آسیب زدن به طبیعت است. این کارهایی که انجام میدیم اگر کار درستی نباشه یا قانونی نباشه یا به نفع جامعه نباشه یا دیگران نباشه که تنها نفع ما باشه، او کار درست حساب نمیشه.
حالا وقتی میگیم که انجام کار درست، یعنی کارهایی که به سود جامعه باشه، به سود به لحاظ بهداشت است، صنعت است، خدمات، نیاز، مشکل، آموزش است، سواد، مثلا چی میگین، ترانسپورت است، خیاطی هست، محصولات مختلفی که در جامعه ما نیاز داریم، اینا رو میخوایم تولید کنیم. یک کس ادعا میکنه که ما این محصول در جامعه خود نداریم، برای که نداریم مردم مجبور میشه که بره از کشورهای دیگه خرید بکنه، چرخه اقتصادی ما فلج میشه، پولها میره خارج میشه از کشور و هزار یک مشکل دیگه اینجا پیش میاد. ما رفع میکنیم یک کار درسته، مردم صاحب کار میشه، نفع درسته. مثلا منابع طبیعی ما، منابع اولیه ما اینجا به کار میره، کار درسته، مردم آموزش میدیم، سطح فرهنگی جامعه رو بالا میبریم، آگاه میکنیم، مثلا متخصص تربیت میکنیم، همه اینا کاری درست میشه. در بخش کارایی که کارایی ممکنه چه باشه؟ انجام کاری درست باشه. کاری به این نیست که این کار خودش درست است یا نه، ولی اونم کار درست انجام بده. چون اینجا این احتماله که یکی خود درست بودن کاره، یکی ممکنه ما کار درست انجام بدیم ولی خود کار نادرست باشه. معناش اینه که مثلا کسی می در قاچاق مواد مخدر، در معتاد کردن آدما، یا مثلا در اختطاف، در دزدی، مثلا در اینکه مدیریت میکنه که بانک چگونه مثلا دزدی بکنه، خب خیلی حساب شده کار میکنه، خیلی با برنامه کار میکنه، تمام احتمال و خطرات در نظر میگیره، اونها رو خنثی میکنه تا بتونه کار خود انجام بده. با این کار در واقع کارش درست نیست، ولی همون کار نادرست درست میتونه انجام بده. اما خیلی اوقات اینه که ما باید کار درسته به شکل درست انجام بدیم. این میشه در واقع همون doing the right things، یعنی انجام کاری درست، و این طرف مثلا doing the things right، یعنی چه؟ انجام درستی کارهایی که هست درست اونا رو انجام بده. بعد نکته بعدیش چی هست؟ نکته بعدیش اینه که ما به هدف سازمان باید دست پیدا کنیم، یعنی اون نفعی که اول ادعا کردیم به جامعه میرسانیم باید او رو برسانیم. در حالی که وقتی کار شروع شد، اینجا کوشش بر این میشه که نفعی به صاحبان شرکت یا سودی بیشتر به مالکان و ذینفعان، یا به عبارت دیگر دستاندرکاران ایجاد بکنه. وقتی این گونه میشه، اینجا سودی بیشتر میشه، اینجا هدف میشه، در واقع تضاد پیدا میشه. تضادش اینه که ما وقتی به نفع سازمان کار میکنیم، یعنی مالک اینجا زیاد نفع ببره، اون طرف دیگه از کیفیت کار کم میشه. وقتی کم شد در واقع به هدف اصلی که تعیین کرده بودیم نمیرسیم. یا به عبارت دیگر وقتی ما در اثر بخش میگیم باید رضایت مشتری یا اعتماد مشتری بیشتر شوه، حفظ شوه، افزایش پیدا کنه، این با چی میشه؟ با خدمات عالی تر میشه، با کیفیت محصولات خدمات بیشتر میشه. در حالی که در کارایی میگه که تو در منابعی که استفاده میکنی صرفه جویی بکنی، مثلا هزینه ها کم شوه، زمانی کمتر طول بکشه و نیروی کمتر به کار بره تا تو بتونی اون سود یا نفع بیشتر ایجاد بکنی. وقتی اینا رو کم میکنیم، هزینه رو کم میکنیم، یعنی در کیفیت کالا یا مواد اولیه‌ای که ترکیب میکنیم و میخوایم محصول جدید جور بکنیم، مواد بی کیفیت تر ساختیم، ارزان تر به کار بردیم، هزینه رو کم کردیم، طبیعتاً که محصول ما به کیفیت میه. وقتی محصول به کیفیت آمد، رضایت مشتری از بین میره. او دیگه پولی که پرداخت کرده بابت او محصول خوبی با کیفیتی بهداشتی، بخش سلامت و بخش غذا و صنعت و پوشاک و هر چی که است او دریافت نکرد. وقتی دریافت نکرد، اعتمادش نسبت به شرکت ها یا کمپانی ها و سازمان ها پایین میه. یا اگر مثلا جایی که نیروی کار مثلا 10 نفر کار ما با 8 نفر کار میکنیم، یا جایی که مثلا زمانش یک روز کار ما میخوایم در نصف روز کار بکنیم، طبیعتا اینجا فرایندهایی که سر یک خدمت یا محصول باید کار میشد انجام میشد نشده، کار به کیفیت انجام میشه. کار به کیفیت عدمی رضایت مشتری و اعتماد مشتری میشه. اما قسمی که در افغانستان ما یک ذهنیت عمومی وجود داره که کالای افغانستان کالای به کیفیت، که این دیدگاه قسمتشان درسته و قسمتشان هم غیر واقعیه. او قسمتی که درسته اینه که آدم ها کوشش کرده این صرفه جویی رو انجام بده، او کیفیت پایین آورده. کیفیت پایین آورده، آدم ها میره تجربه میکنه، میره مثلا کفشی، لباسی، کلاهی، مثلا دوایی، چیز میخره، میبینه که کارایی خیلی پایین داره، در حالی که اگر با همین پول مواد دیگه میخرید خیلی استفاده بیشتر داشت و کیفیتی بیشتر داشت. اینجاست که اعتماد خود نسبت به شرکت‌های داخلی از دست میده، تبلیغات میکنه که مال افغانستان به درد نمیخوره. امروز متاسفانه بگوییم که بسیار از تولیدات داخلی ما به نام کشورهای دیگه است، در داخل تولید میشه. البته خبر خیلی خوشیه و او طرف
به اساس این به اعتمادی که به وجود آمده به نامش محصولات کشورهای دیگه لیبل میزنه. این که خیلی جالبه. البته نیازه که ما فرهنگ سازی مثبت انجام بدیم. و این طرف دیگه میگه در کارایی بهره‌وری از نیروی کار، این که از همو افرادی که دوری شما هست که شما اونا رو مدیریت میکنید باید بیشترین کار بکشین، بیشترین نتیجه رو بگیرین و اونا زیاد کار کنه و زیاد حاصل بده. بعد در اثر بخشی چیه؟ ای که تو از کارمندا ضمن کار میکنه باید رضایت هم داشته باشه، یعنی خوش باشه، کار و محیط کار برشان خوشایند و لذت بخش و جذاب باشه و به نیازهای او، به تفریحات او، به رخصتی او، به آزادی او اینا توجه داشته باشه، مثلا به خواب و خوراکش توجه داشته باشه، امثال اینا. او زمان رضایت کارمند به وجود میاد، در حالی که در بهره‌وری هی کوشش میکنی که رخصتی رو کم بکنی، فشار کار زیاد کنی، زودتر بیا، دیرتر کار کن، مثلا زودتر کار کن، مثلا وقفه نگیر و امثال اینا، تا که تو بتون محصول بیشتر تولید کنی که در بازار مفاد بکنی. اینا باعث میشه که ما دچار مشکل شویم. یا به عبارت دیگه از سرمایه و هزینه ها باید حد اکثر بهره یا سود یا نفع باید ببریم، در حالی که در اثر بخشی میگه که تو کاری که انجام میدی نفعش به طبیعت باید برسه، محیط زیست تو یکم آباد کو، جور کو، مثلا تخریب نکنه، دقیقاً کاریه که تو ضرر به محیط زیست نرسانی. مثلا کاری که انجام میدی درخت قطع بکنی، کاری که انجام میدی مثلا حیوانات از بین میبری، پرنده ها و مثلا حیوانات درنده و جنگلی و یا مثلا ماهی ها از بین میبری، یا فرض کنید چی میگن دیگه، کارهای مختلف دیگه که دود و گاز تولید میکنه، امثال اینا که برای جامعه خطرناکه. اینا رو شما متوجه باشین که این وقتی ضرر بزن در واقع کاری اثر بخش و مفیدی نیست. به عبارت دیگه که مردم باید از کار تو انجام میدی نفع ببره، یعنی یک سهولت ایجاد شه. مثل یک شرکت مخابراتی چقدر راحت کرده با یک زنگ و تلفن و پیام میتونه که مثلا مشکلی حل بکنه، روابط برقرار بکنه، تجارت بکنه، حال احوال بکنه و خیلی بحث‌های دیگه، تا اینکه بس اینترنت خدمات دیگه ارائه میکنه. ببینید سازمان ها چگونه خدمات ارائه میکنه و یک کسی کامپیوتر میسازه که تو چقدر از استفاده بکنی، چه امکانات داخلی پورتیبل است، همراه خود هر جا میتونی ببری، و یا مثلا یک تلفن که همزمان ها عکس میگیره، فیلم میگیره، مثلا کتاب ها داخلش گذاشته میشه، میتونه که از اینترنت استفاده کنی، وای فای داره، مثلا بلوتوث داره، مواد انتقال میده، حافظه داره و خیلی امکانات بر علاوه زنگ زدن. ببین باید نفعی به مردم برسه. اینجاست که سازمان ها معنایش، موضعش، جایگاهش مشخص میشه که آیا سازمانی که ما کار میکنیم همزمان میتونه این کار بکنه یا نه. به عبارت بین این اثر بخشی و کارایی تضادی بسیار جدی و برجسته وجود داره که اینجا تو باید کوشش کنی نفع به جامعه و مشتری برسانی، و این طرف دیگه تو کوشش میکنه که نفع به صاحبان و مالکان شرکت برسانی. بین این دو تا که این طرف نفع کش کردی، اون طرف دچار مشکل میشه، اون طرف نفع بردی، این طرف دچار مشکل میشه. وقتی این نفع نداشت، او کار انجام نمیده، او خدمات ارائه نمیکنه. وقتی بر مردم ما خدمتی خوب داده نتونیم، با کیفیت نباشه، در واقع سازمان هم وجودش به معنا میشه، ورشکسته میشه و کس اعتماد نمیکنه و مشتریشان نیست. اینجاست که مدیریت نیاز میشه. مدیریت یعنی چی؟ یعنی ایجاد تعادل بین این دوتا، یعنی ما بتونیم بین افکتیونس و افیشنسی تعادل برقرار کنیم که همزمان باید اهداف سازمان و نفع مشتری و جامعه مد نظر گرفته هم نفع اینا. تعادل بین اینا او قدر سنجش میخواد، او قدر فکر میخواد، او قدر توانمندی میخواد، او قدر تخصص و تجربه میخواد، به آسانی امکان پذیر نیست. ما نشستیم در سازمان‌های سنتی افغانستان که کم بیش که من خبر دارم خیلی جای خوشحالی نیست، این جای تأسف داره که اونقدر سنتی است، اونقدر با ساختارها و برنامه‌های سنتی و فکرهای سنتی پیش میره که گویا ما در قرن 21 هیچ نیستیم، ما در قرن 17 و 18 زندگی میکنیم. این گونه سازمان‌های ما فعالیت میکنه، اثری از تکنولوژی در اونجا نیست، نوآوری در اونجا کم هست، خدماتی که باید انجام بدیم اونجا کم است، در حالی که مدیریت اینجا که در جلسه قبل عرض کردم که مدیران نخبه پیدا کنیم و با دانش و تخصص و مهارت‌های بالا که به اون قدر بسنجه که بله به سود برسیم، بله صرفه جویی انجام شود، بله نیروی انسانی کمتر استفاده شه، بله این بهره‌وری داشته باشه، نیروی انسانی باید بهره‌وری داشته باشه، اما چگونه بهره‌وری؟ آیا با کار شاقه، با نظارت و کنترل و سختگیری، با هدایت دادن و مثلا چه میگن فشار آوردن، یا این که نه ما میتونیم به شکل و شیوهی که امروز در دنیا استفاده میشه از چه تکنولوژی های استفاده کنیم تا اون موادی که استفاده میکنیم
بتونه ضایعات کمتر بکنه، بتونه محصول مرغوبتر ایجاد بکنه، تولید بکنه، بتونه محصول ما رو با سرعت بالا تولید بکنه که زمان و انرژی و برق و مواد اینا کمتر مصرف شه و نیروی کمتر مصرف شه. و از طرف دیگه این نیرو آیا با کار شاقه بکنه یا بشینه مثلا با یک طرح و برنامه‌ریزی کوتاه و ساده و راحت‌تر این نتیجه برسه. اینها مدیریت میخواد، اینها تخصص میخواد. برای که ما واقعا سازمان‌های موفق داشته باشیم باید همزمان به کارایی و اثربخشی توجه بکنیم. وقتی به اینا توجه کردیم چه اتفاق میفته؟ اینکه ما به بهره‌وری میرسیم، به یک نتیجه خیلی عالی میرسیم، به او اعتماد و اعتبار میرسیم که ژاپنی ها رسیده. ژاپنی ها که نه تنها در کشور ما همه دنبال محصول ژاپنی هستیم، تشنیع و هستیم، قیمت بالای پرداخت میکنیم، بلکه در کل دنیا، در آمریکا حتی مردم دنبال محصولی ژاپنی هستن یا کشورهای دیگه. با او وضعیت اقتصادی که داشتن یا با وضعیت جغرافیایی و منابعی که داره همچی کاری میکنه، زحمت میکشه، نواری میکنه، فکرهای خود به کار میندازه، با او جایگاه اقتصادی و رشد میرسه. اما ما سر منابع خوابیدیم، متاسفانه کار و زحمت که لازم هست انجام نمیدیم و دست ما به گدایی و احتیاج دراز است. حالا وقتی به بهره وری میرسیم یعنی چی؟ یعنی همزمان ما باید به هدف برسیم و از طرف دیگه هم از حداقل امکانات استفاده کنیم. یعنی منابع ما خیلی زیاد ضایع نشه، با کمترین منابع ما باید به نتیجه خوب برسیم. وقتی این گونه بحث میکنیم، این بهره‌وری یا این پروداکتیویتی معناش اینه که باید ترکیب شود از اثر بخشی و کارایی. یعنی ما دو طرفی ترازو رو باید مد نظر بگیریم، تعادل برقرار بکنیم، کیفیت عالی، محصولات خوب و مرغوب و مفید و همچنان نقش و سهم و سودی بیشتر به صاحبان کار که اینجا هست که بهره‌وری ایجاد شده و یک طرفه ترازو نتیجه نمیده. به عبارت انگلیسیش همین پروداکتیویتی مساوی هست، یعنی ترکیب میشه از چی؟ افکتیونیس و افیشنسی، که مفهومی خیلی ساده اگر بخوایم بیان کنیم، بهره‌وری در واقع مفهومش اینه که حاصل یا خروجی های خود اگر ما تقسیم ورودی ها بکنیم، این خروجی ها اگر تقسیم ورودی ها شود و در عین زمان ما باید کیفیت هم در اینجا لحاظ بکنیم، ببینیم که او کیفیتی که باید باشه و ما تعهد کردیم و نیاز هست و رقبا داره او را هم داریم و هم زمانی که باید این محصول تولید شه او را هم لحاظ بکنیم، در واقع ما به بهره‌وری رسیدیم، یعنی به اون موفقیت رسیدیم. رفتیم یک کالای رو تولید میکنیم، مثلا این مارکر میخوایم تولید بکنیم. در تولید این مارکر مثلا مواد اولیه بوده 100,000 افغانی، وقتی این مارکر ما از مواد اولیه ساختیم به 200,000 افغانی تبدیل میشه اگر بفروشیم. وقتی مفروشیم وقت به نفع مشتری حساب میکنیم، مشتری پول میده و این دریافت میکنه، این به نفع مشتری است. یعنی کیفیت جوهری مثلا نوکی پوشی و همه موادی که در این ترکیب شه عالی باشه و این هم در زمان مناسب، نه اینکه مثلا در قرار در یک روز تولید شه ما در 5 روز تولید کنیم باز هم ما در بازار نتونستیم موفق باشیم و کار درست انجام بدیم و کار ما کارایی نداشته. همزمان اگر این در زمانی مناسب و اگر کمتر شود و کیفیت حفظ شود که اون هنر مدیریتیه، و اگر کیفیت حفظ شود و منابع کمتر استفاده شود، مواد اولیه کمتر ضایع شود، در واقع باز هم هنر مدیریتی است که ما نیاز داریم به مدیران نخبه و متخصص و دانشمند و زحمتکش و خلاقی که جامعه ما خالی از این بحث هاست و امیدواریم که به این بحث ها بیشتر بپردازیم تا سازمان های ما که اولا کم هست اینا اضافه شد و سازمان های مؤثر کارآمد باشه که نیازهای جامعه ما رو پاسخ بده و باعث خلق رفاه و آسایش در جامعه ما شود و باعث گردش اقتصادی و مالی شود و شغل ایجاد شود و مردم از بیکاری نجات پیدا کنه، از مهاجرت و فرارمکثان نجات پیدا کنه، ظرفیت ها همینجا کار بکنه و در جامعه خود خدمت ارائه بکنه مثل کشورهای پیشرفته دنیا. موفق و شادکام باشین. ان شاءالله که برنامه برای شما مفید تمام شد.